به پایان با مردم سربلند تاجیکستان عزیزم، با مردم غریب، مهاجر، مسافر. حالا در شبکه‌های اجتماعی نوارهای پخش شده است که خب این نوارها را خب روی اکران رستم اشرف برآورده است و در اونجا بلوگرای شناخته تاجیک هنرمندا صحبت کردند. یعنی که مدینه نام اصلیش موشریف است. خب و دلوار نگمتوف یکی از هنرمندان شناخته تاجیک همچون شهوری ارگینالی مدینه یعنی موشریف خب صحبت ها کردن، رول بازی کردن، برنامه کردن. خب به مرا همین تمامی مردمی سربلند تاجیکستان شما همتون نروانین یکین به مرا، چی مدینه باشه، چی فیروزه برند باشه، چی خب و ما با شخصیتی و کار ندارم یک بلوگر شناخته تاجیک که اولی باید با کار و بار زندگی خودش از شبکه‌های اجتماعی کنارجویی داره و خب بعضی رولیک‌های تربیوی داره با خودتون معلومه چی وای باشه. خب چی مدینه موشریف باشد، لوباک از چی بنده علیشیر باشد، کسی که برنامه میکنه و در شبکه‌های اجتماعی گرمی داره برای من شما همه نروانین یکین چی رستم اشرف یعنی تو خفه نشو کلی زیرک رستم اشرف کلی زیرک های. البته وای ای سخنی ما خفه نمیشوه وای نهایت احترامی کلان داره نسبتی بابا. خب بابا میگه ترا که کل این سخنی گذشتگان ما را کلی زیرک های و برنامه کرده مردم ژربریوفکا کرده ژربریوفکا یعنی که مردم در تعلقه داخته خیب میکنه و برنامه میکنه و نه که هر بیشه گمان مبر که خالی شاید که پلنگ خفته باشد، شاید که پلنگ بروی برنامه ترا اصلیش گپ زنه. رستم اشرف کلی زیرک برای همین به نزدیکی خب ولی جان که شهوری مدینه قطعی مثل رفیق بوده میشناخته و شهوری مدینه یعنی شهوری موشریف به نهایت خجالت زده شده، به نهایت که نسبت ما چونین گپا رو روا دیده استم. خیلی که ما به حیات شخصی و یا اون کار نداریم شاید که خودش برو یک گپ زنه، وقتی که مجبور شد برو یک گپ بزنه. برای همین شما مردم سربلند تاجیکستان عزیز ایمن پرسیده استیم، بعضیتون زنگ بزنید میپرسن که آیا همین مدینه همین گپاشون راسته؟ من میگم که خیر من نمیدونم، خیر نمیدونم، این میکنه یکم شو باشه یکم خیب باشه، نه که کلی زیرک رستم اشرف بسیاری بد دانو خیلی زیرک اخی. مورم وقتی که دعوت کرده بود گفت که بین اینا دو حاضر گفت من یک استخوان میپرتم و میبینم که چیکار میکنم. من خیلی ناراحت شدم. خیلی گفت که وظیفه ما همیه که ما مردم جلب کنیم بخما، نه که حق نامی خداست باید حق ما گپ زنیم. برنامه های میبروه برنامه ارگینال نی. خب اویدی مثال من مدینه، اویدی خب دلوار نگمتوف، اویدی رستم اشرف، اویدی همین برنامهش که مردم ژربریوف کسای. خیلی که چی گفتنی هستم؟ مرا زنگ بزنه شورا جان میگه که من بخیزم حاضر وای کنم و در سرزمین مقدس های تمامی کرون و برون و تمامی پستی و بلندی و تمامی حیات زندگی را او میگه بالا نوار برون میگم که گوش که تو در جای مقدسی وای نکه یا بر ما نوار کنم چقدر مردم وای کردن که جای نوار کنی نیست اونجا نوارهای سول در اونجا نوارها برای سرزمین مقدس نوار کن. خب با روز میشه که می بیاد با خد گام بزنی. برای همین رستم اشرف چی گفتنی هستم صغیره بسیار صغیره شستریه که و همین برنامه رنگی برنامه ملخ میگن کی میگن او رسیا دوا میکنن که رنگی همون کردسی نه که تو ارگینال نیکو تو میتونستی اگر میتونستی ایوده برنامه میبرومدی میرفتی شوی اصلی موشریفه مدینه را میآوردی برنامه میکردی. چون نکردی؟ چون خیب کردی؟ چون مردم با تعلق انداختی؟ شوی وای نیست یک دلوار یک خب چی بگم یک هنرمند
هنرمند است بسیار رول بازی میکنه و میکنه بسیار انسانی خوبه من وقتی که یعنی یک فیلم وای کردیم در اونجا به نهایت که انا شورا جان در اونجا رول اساسی را بازی کرد و سناریو بسیار خوشرو وای کرد من نمیدونم چی گپ شد چرا بین ما در آمدی بین چی در آمدی بین ما چی در آمدی کودک بین ما چی در آمدی تو هم کارت جدید کردی گفت گوش کن تو کودک بین ما در آمدی کودک بین ما نمیدونم آمدی بین کلالا بین کودک فهمیدی شورا گیری را این گیری این کلبقلا گیر این کلبقلا گیر ازنک چی گفته پیشنهاد کرد و این دلوار که دلوار بسیار هنرمندی زورای بسیاری بعد هنرمندی زورای شما بخیزین گپ زنین که این مثال رولای کینوی ما بازی کسی مردم حقیقتا باوری کسی که همین شوی اصلیش های شوی اصلیش نیست فقط وجود رقم و دلیل بابیگی شوی اصلی مشرفیان مدینه نیست خب بعد اون رول ده خسر برده مرا روش بازی کرد مرا فقط یزدجان میگه حاضرم در تیک توک در بعضی جاها مرا میگه که یزدجان چه خیلی هنرمنده و خداوند هنر را دادشم که نه که مصطفی مشروف آورد یورا مثال وای کرد در چی اصلی ما نه که شهوری مشرف زنده ممکن اویله کلم زنده باشه با ویا تأثیری سخت میرسونه وقتی که در حق ویا نوارهای میکنه که اصلا او نمیخوان که این خیلی مثلا از زبان زنی دلوار خیلی سخنها بروه از زبان خوب شهوری مشرفیان مدینه خیلی سخنها بروه ارگینال حق نامی خداست حق باید بگه برای همین برادرها این همش خیپه این همش مثل یک نوارهای هست که ممکن شاید نوارهای در بعض این نوارهای تربیوی هم باشه بعض نوارهای مثل دلخراش هم هست که در شخصیت آدمایی که هستن اول میبرن بولوی نوار گم میزنن یک کلی زیرکی گذرونده است ایترا خب خیلی سخنها بسیاره من فکر خدمت گفتم با قریبی خب سخنهای شوی مدینه یعنی مشرف با خب ولی جون دلنباشیک رفیق نزدیک شد و خیلی علم کرد میبرویا پس شما با چی میگن مردم ها با گشته میگن که کینو بود یا خیب بود چی میگن شما نکنین خیلی را حق نامی خداست حق میبرویا اون نوارای بابا چی قدر در مثال حق ما تهمت ها زدن چی قدر نوارهای برو وردن که پدر و مادر ما چی قدر غضبی شد چی قدر وکر این خیال دارم که به جواب میمونه مثل همین نوارهای شما که کلی زیرک بالای چی برو ورده نوار برو ورده که به جواب نمیمونه هر بشه گمان ما بر که خالیست شاید که پلنگ خفته باشه پلنگ ها هستن شیر بچه ها هستن گبزن های یوتیوب و اینستاگرام و تیک توک هستن که کمبودی شما را بالای نوار میبره و مردم سربلند تاجیکستان حق هم میفهمه برای همین عذرم دیر نشده شما بخیزیم بگین که اگر حرکت پیش آید ولی جان بخیزین گپ زنن که این ما برای خیب بود یا که یک کینوی تربیه بیادرن که مسافید زنگیره شما بروردین تا حاضر ما رو میگن که باید ارگینال نی بود تو میگه بابا عاشق شده بدی وایدا فهمیدی حتی کینو بود باید مردی ما من نمیدونم یا خیل مردی ما کو خود چه بدیونگی میدوزد حق فهمیدن نمیخوام این لغت میکنم او پریمی اسیول نویسندن میگیره هر چی هر حقارت داشتم نویسندن میگیره حق نمیفهمه میگم کینو میگه که نه باید تو هم خیلی بگه خیلی چی بگم را و یارو او پریمی اسیول میگن کامل کمیتر قبیه مینیسن کو امورا ابا چه شما کینو را ای سپکتاکل ای حقیقت ای چیزی ارگینالی باید فرق کنه کو برادرو خب امورا الله مهربان چون تاجیکستانی آزاد داده سخنها میگیم چون شهرمردای وطن داره که گوش میکنن مثال میگن که چی گپ خبره با شما همین گزاوت کردن میگیره هر گپوچه که خلق جریبروف که میکنه که خیلی جریبروف که میکنه کو چی در کو برای همین چی گفتنی هستم هر ویدیویی میکنیم هر سخنگوی میگیم که با این ویدیوها با این چیو باید ما جواب بگیم نزدی آفریدگار رو باید جواب بگیم شما دروغ میگین خب بگین کینای ما خب باور کنیم شما دروغ گفته هستی
با شما با مرا همه دیگه نگو که من پشت یکم کسا میگیرم. همتون بلوگرها، گابزنا، یوتیوب، تیک توک، اینستاگرام همه با مرا یک رنگ فرزند داره. من با شما رو میگم فهمیده؟ زنده و سربلند خانواده باشین. ویدیوهای ارگینالی نسبتی مشرف مدینه و دلوار نگماتوف. دلوار خیلی هنرمنده وای هنرش نشون میده. خب با خیلی زیرک بسیار زیرکی تا اگه پا من خفن بشه اگه پا مرا میفهمی خیره وای میگذشتگان ما میگه کدوم کلای وای زیرکه بسیار زیرکی داره که زیرکی نزگرم است که شاید که پلنگ خفته باشه